سلام علیکم همدیگران عزیز. امروز 1 یونی سال 2025 می باشد و ما امروز با شما یک نوار نشون میدیم که اویدی تیاری برای ریشه کنونی تک پیوند گیلاس با نام VCL 2. این یک ذاتی اولوگولو است، یعنی اولوچه بندک اولوچه است، لیکن این اولوچه یک جویا کردگی کلون کردگی با لویزیانا VCL вишня с лазена همین خیلی و ما مقصد از اون است که همین رو بسیار کنیم و باغ‌های گیلاس تاجیکستان رو خوبتر و خوش‌صفت‌تر کنیم، چون که این تک پیوند بهترین تک پیوندی یک از بهترین تک پیوندهای دنیا می باشد برای گیلاس که در خشکی هم تاب‌آور است، در زمین‌های سیرآب هم تاب‌آور است و میوه خوشرو هم می‌دهد. ببینید که با اولوچه مانند است، با اولوبولو مانند است و ما این رو بریده آوردیم و برگ‌هایش رو تازه کرده همین خیلی از برگ جدا کرده ایستاده ایم و ما این رو حیله‌های بسیاری میکنیم. ولی داخل داروها میمونیم، کیمچی ها میکنیم، کیمچی کارا میکنیم تا اینکه این قلمچه های ما ریشه دار شود و در آینده به خلق خدمت کنند. مقصد یگانه ما، اساسی مقصدمون بسیار نمودنی گیلازورها در تک پیوند VCL، چون که دهقان از گیلاسی که تک پیوندش VCL است برکت می‌یابد. دویم مقصدمون البته این کار کردن پول است، بیزنس است، تجارت است، لیکن باور کنید به نهایت وزمین بوده است. به نهایت وزمین از کلمه به نهایت گرفته شده است، چون که همین ما 2 روز است اکو بریده آوردن که یک کار انا ششته انا خیلی کرده میشنید 2 روز است ما همین هم خیلی کردشتیم. این کاری زنکا می باشد، لیکن ما کردشتیم کاریگر نیست. کاریگر 300 سومون طلب میکند در یک روزی کاریش و ما حرکت میکنیم که همین رو کار را به انجام رسونیم. از نتیجهش من به شما نشون میدم و بعد ببینیم باغ کی را از این VCL ما گلازور میکنیم. همدیگران عزیز در پناه خدا باشید. من این با کاری که ما میکنیم این کاری علمی تحقیقاتی است، کاری علمی هم است اینجا میدروید و از نتیجهش به شما من با نوار گفتن نشون میدم. اگر سخن خوبی گفتنی باشه میتونید گپ زنید و با گروه پادپیسات کنید. نوارهای بهترین رو در آینده باز میبینید.